سلام دوستان، من الیکترون هستم. خیلی خوش اومدی به پارت دوم از ببین چیزا رو با چارش. واقعا غیر ممکن بچه هم. امروز اومدیم پارت آخرش رو بریم که من یه راه حلی پیدا کردم که بتونیم این رو حل کنیم یا قبل فصل بتونیم حلش بکنیم. پس قبل از شروع این ویدیو لایک ساب یادتون نره. من یکم انرژی بگیریم، کیفیت ویدیو بره بالاتر عزیزم. آقا برو بریم. خب آقایان عزیز اجازه بده من یه استارت ماشین بزنم. به بچه ها دندرم چیز کردم تو این بازی دستی با پدل شیفتای پشت. اوکی خب برو بریم استیلا رو بخوابونیم. اوکی بیارم پایین. آها خب میدیم یک و آلامانا میفتیم رو. آقا تا اونجایی که یادمونه از اینجا که نشد بریم. خب اینجا هم که هر کاری کردیم اونجا بسته است. خب مستقیما میریم. مستقیم بریم میخوریم اینجا، یعنی ما باید در هر صورت اینجا رو بریم. خب اگر ما از اینجا یه نگاهی ریز بکنیم میبینیم که اگه بریم جلو همباز باید اونجا بپیشیم. جلو کنیم و این واقعا به نظر من نشده، یعنی یه ذره دیگه شما برین جلو. خب اگر بتونیم از اینجا بریم تمام. اوکی یعنی ما در صورت باید اینجا بریم، چون که هم باز اگر از اون بالا بریم باید از اینجا رد بشیم. خب پس یکم سخته ولی باید انجامش بدیم. در اینجا کامل باید دور بگیریم. خب اون یکی علکیه. اوکی سادگی از اینجا رد شدیم. حالا از اینجا رد میشیم. اگر این این بریم این اصلا اینم علکیه. خود کنه تکسچر باشه. بله تکسچر خوبه. گیر میشه. سب بیا آقا بیا. سر بالایی شد. خب ای وای دنده بدیم، چون که دنده بدیم ماشین بالا نمیره. یا اول فصل این پیچ رو چجوری رد کنیم آقا؟ یه دو نمیتونیم گیر کردیم. شدیم تمام. نه آقا این چرا طوریه؟ رد میشیم ما از اینجا. تمام شد. اوکی خب اینجا رو هم بریم. موکو تجربه کشش ندارن.
باید با یک بریم. کم مونده برسیم. اوکی. حرکت کن. جای بالا شهر اینجا شو بالیه. حواسمون باشه. جاده باریک و کوچیکیه. با یک باد بریم. آی ننه جان. بابایی من الان رسیدیم. خب کنم از اینجا رو بده. ببین کدوم گورستانی همه نوشابه و تمام. ساکسس. یه ستاره واقعا. زد دادم. خب رفقای گل، امیدوارم که از این گیم پلی بیمینجی و چالش ها خوشتون اومده باشه. اگر دوست دارین بیشتر و سخت‌ترش بکنم بشه داخل کامنت ها بنویسید و لایک و ساب یادتون نره. از تا یه ویدیوی خفن، خدا نگهدار.